هموطن یاردم تین خوبرک اصولی خوردگی قیدیگه یاردم تین خدا شما راضی باشه تا حق دوام میکنم امانتا این دعوا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، ویدیو بهد مهمه، به نهایت مهمه. خواهش میکنم اول برادر عزیز لایک مونه پدلیت سکنین. به خاطر الله برادر عزیز امروز ویدیو کردستم، باور میکنین یا نه؟ خواهش میکنم ساعت 3:34 اوسری بگین نمازی بامداد شدسته. همین مادر باز هم به ما زنگ زد، التماس کرد که روز دوشنبه فرزنداش میگیرن روسیه. اگر تا روز دوشنبه عدل فریاد کرده که تا روز دوشنبه اگر فرزندات نگیری ای روسیه نبروی نرای، فرزنداش دولت میگیره، مادر خچه سپسپریام روی میکنن. خواهش میکنم به خاطر الله این اینجا سبربانک مادر هسته، نمره تلفنی مادر هسته، یک کوشش کنین پول بلیطای مادر جمع شود، خطی فرزندکای مادر را بگیریم به وطن روان کنیم. باز هم خواهش میکنم چی قدر میتونین همین ویدیو را پدلیت سکنین، پهن کنین تا برادرای خیرخواه همین ویدیو را بینند. خواهش میکنم از برادرای بیزنسمن هستی، مردمی بازار و صدوات، لوبلینوس، فود سیتی، خواهش از تمام مردم مسلمان تاجیک خواهش میکنم که شرایط دارین اگر به طرف نباشین، خواهش ما از همه شما یکی همین مادر خواهش میکنه که یک فرزند ملت تاجیک خواهش میکنه که دیگر دولت نگیره. التماس هم باز هم التماس شیرینکار ما اول ماندم دیدین، انا همین فرزندکار خواهش میکنم که حرکت میکنیم. امروز ما ایرا با وطن روان میکنیم. سبربانک خواهر خچای، نمره خواهر خچای. مادر در شهر خبر است که بگیم در کوچه موندگی. یک مادر ما یک روز یک خانه داشت خچه قدش آورش همیرا بگیم ورمنی راه دادگی. برای همین خاطر خواهش میکنم که همین ویدیو چی قدری که میتونین پدلیت سکنین و 1 روبل یا 100 روبل به خاطر الله در همین نمره مادر بزگرونین تا مادر بلیچه بخریم و وطن روانش کنیم. الله یار مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پلیز بلیت من نرسیده است. یا خلا اینه در کوچه مونده گیده یا خلاش که خونش تا جمعون کرد. التماس هم و تا ما بلیت من نرسیده است. التماس ای شما برادر اپچانا این قیدی که یادم کنین. من در حق تا روز جمعه دواتان میکنم. خدا ای شما نگاه، خدا ای شما راضی باشه. امانتا این الله.